اپیزود 20 از دوره کتابخوانی کتاب معامله‌گری با تمام ذهن. سلام دوستان، من سلمان از کانال مستر هانتر تریدینگ سایت. میریم برای ادامه روحانی این کتاب از فصل 8. فصل 8، معامله‌گران تکنو. یک ماشین میتواند کار 50 مرد معمولی را انجام دهد. هیچ ماشینی نمیتواند کار یک انسان خارق‌العاده را انجام دهد. البرت هابارد. چند سال پیش دوستم آسترید به من ایمیلی فرستاد و از من پرسید که آیا میخواهم برای چند جلسه تمرین در تونل باد عمودی اسکای ونتور در اورلاندو فلوریدا به تیم چتربازی او بپیوندم. یک تونل باد عمودی یک محفظه گرد به قطر 12 فوت است که دارای یک شبکه درشت مشبک در کف و سقف خود است تا باد از آن عبور کند و حدود 20 فوت از زمین فاصله دارد. چندین فن الکتریکی عظیم در بالای تونل باد را با سرعت بیش از 120 مایل در ساعت یا کمی کمتر از 200 کیلومتر در ساعت از داخل محفظه می‌مکد. این سرعت به عنوان سرعت پایانی شناخته می شود، سرعتی که در آن نیروی کشش باد به بدن شما برابر با نیروی گرانش است. بنابراین شتاب گرانش زمین را متوقف می کنید. اگر از روی یک جسم ثابت مانند هلیکوپتر یا بالون پرش کنید، تنها در عرض چند ثانیه به سرعت نهایی می رسید و سپس بقیه سقوط آزاد شما با همین سرعت خواهد بود. در یک تونل باد که با سرعت پایانی کار می کند می توانید در هوا شناور شوید و برای کسی که از پنجره های کناری به داخل نگاه می کند بی حرکت به نظر برسید. تیم های چترباز معمولا با استفاده از تونل باد تمرین می کنند، زیرا ارزان‌تر از پریدن از هواپیما برای هر دقیقه زمان پرواز است و می توان برای دقایق زیادی پشت سر هم به پرواز درآمد. زمانی که از هواپیماهای واقعی بیرون میپرید زمان زیادی طول میکشد تا هواپیما به ارتفاع بالا برود، چتربازان از آن بپرند و سپس هواپیما فرود آید و پس از فرود نیز شما بتوانید چتر خود را بسته بندی کنید. اگر واقعا سریع هستید و 2 کوله چتر نجات دارید، ممکن است بتوانید 7 تا 10 پرش در روز داشته باشید. با تونل باد فقط به درون جریان باد میپرید و در حال پرواز هستید. این کار فقط چند ثانیه طول می‌کشد. تیم آسترید در طول چند روز تونل باد را در بخش‌های چند ساعته رزرو کرد و به تعداد زیادی از دوستان نیاز داشت تا زمان بین جلسات تمرینی خود را پر کنند. اگر در جلسات تمرینی بدون استراحت و بدون وقف تمرین کنند خیلی خسته می‌شوند. بنابراین او می‌خواست بداند که آیا من حاضرم این زمان را با آنها تقسیم کنم؟ او همچنین به من پیشنهاد مربیگری رایگان داد. آسترید یک تیم آموزش پرواز در کلاس جهانی است، بنابراین این پیشنهادی بود که نمیتوانستم رد کنم. قبل از اینکه در تونل باد به آنها ملحق شوم حدود 1.5 سال بود که چتربازی میکردم. من حدود 165 پرش از هواپیما داشتم، اما در مجموع کمتر از 3 ساعت بود که چتربازی را تمرین کرده بودم. از آنجا که هر پرش به طور کلی 1 دقیقه یا کمتر طول می‌کشد، بسته به نوع پرش من در کل کمتر از 165 دقیقه زمان سقوط آزاد داشتم. قبل از اینکه خودم واقعا سقوط آزاد را تجربه کنم به نظر می رسید که پرواز در هوا بسیار آسان است. بعد از اینکه پریدم متوجه شدم که خیلی سخت‌تر از آن چیزی است که به نظر می رسد. با سرعت 120 مایل در ساعت باد قدرت زیادی دارد. اگر یک پا را کمی بیشتر از پای دیگر بیرون بیاورید خیلی سریع معکوس می شوید و یا می چرخید. اگر خیلی سریع بچرخید به راحتی می توانید هوشیاری خود را از دست بدهید، زیرا خون به سمت دستها و پاهای شما جریان می یابد و مغز شما اکسیژن کافی را ندارد. چتربازی می تواند خطرناک باشد. زمانی که به تیم آسترید در تونل باد ملحق شدم به راحتی می توانستم کنترل را حفظ کنم، اما همچنان با استفاده از هوش آگاهانه خود پرواز می کردم. مجبور بودم عمدن قسمت‌هایی از بدنم را کنترل کنم تا در هوا حرکت کنم. اگر می‌خواستم به سمت بالا حرکت کنم می‌دانستم که باید بدنم را پهن کنم تا سطح بیشتری را در مقابل باد قرار دهم. اگر می‌خواستم به سمت پایین حرکت کنم می‌دانستم که باید پاها و دست‌هایم را به بدنم نزدیکتر کنم تا نیروی کشش هوا را کاهش دهم.
اگر میخواستم بچرخم میدانستم که میتوانم دستهایم را به چپ یا راست خم کنم تا نیروی چرخشی ایجاد کنم. من صلاحیت داشتم، اما آهسته و تعمدی. من یک پرنده شهودی نبودم. پس از گذراندن روز اول در تونل باد با جزئیات تونل راحت شدم. پرواز در تونل سخت‌تر از هوای صاف بیرون هواپیما بود. باید دقیق‌تر می‌شدی. آسترید و اعضای تیمش چند ترفند به من یاد دادند. یاد گرفتم چگونه از پاهایم برای چرخش سریعتر استفاده کنم. یاد گرفتم که از لبه‌های تونل که گرداب‌های جریان باد در آن قرار داشتند دور باشم. اما بعد آسترید به ما پیشنهاد داد که یک بازی انجام دهیم. به جای نگرانی در مورد اینکه چه کار کنم، فقط مجبور شدم او را دنبال کنم، زیرا او نقطه‌ای از کنار دیوار تونل را نشان می‌داد. ابتدا او ممکن بود یک نقطه پایین در نزدیکی کف شبکه کابلی را علامت گذاری کند. سپس او نقطه دیگری را در سمت دیگر تونل کمی بالاتر نشان می‌داد. سپس او ممکن بود یک نقطه بسیار بالاتر را علامت گذاری کند. دنبال کردن او مستلزم آن بود که از همه چیزهایی که یاد گرفته بودم برای چرخیدن و بالا و پایین رفتن با بیشترین سرعت ممکن استفاده کنم. گاهی مجبور می شدم تا نیمه مسیر تونل برگردم و خود را رها کنم. گاهی مجبور می شدم یک چهارم مسیر را برگردم و به عقب برگردم. در حین رفتن باید آسترید را در نظر داشتم تا بتوانم سریع به نقطه بعدی بروم. علاوه بر آموزش عالی بسیار سرگرم کننده بود. آسترید تا جایی که می توانستم سریعتر بروم همیشه کمی سریعتر بود. مرا هدایت می کرد و از من می خواست که کمی سریعتر بروم. پس از چند ساعت دیگر که در طی آن من این بازی را شاید در مجموع 15 تا 20 دقیقه انجام دادم، اتفاق شگفت انگیزی رخ داد. دیگر به این فکر نکردم که چه کار کنم. اعمال من ناخودآگاه و شهودی شد. من دیگر با چپ مغزم پرواز نمی کردم. از تمام ذهنم استفاده می کردم. بعد از اینکه این انتقال را انجام دادم با سرعتی 3 یا 4 برابر سرعتی که وقتی فقط از چپ مغز استفاده می کردم دور محفظه پرواز کردم. من تبدیل به یک پرنده شهودی شده بودم. با استفاده از فناوری بسیار گران قیمت توانستم سرعت یادگیری خود را برای تبدیل شدن به یک چترباز پیشرفته در زمان بسیار کمی که در شرایط عادی طول می‌کشید افزایش دهم. فناوری تونل باد تمرین بیشتر و محیط دقیق‌تری را برای یادگیری مهارت‌های پرواز فراهم می‌کند. این به من این امکان را داد که سالها دانش و احساس پرواز را در چند روز تجربه کوتاه خلاصه کنم. معامله‌گران استاد از فناوری استفاده می‌کنند تا مهارت‌های خود را تازه نگه دارند و شهود خود را تا حد زیادی تقویت کنند. معامله‌گران استاد از فناوری به دلایل مشابه استفاده می‌کنند. آنها از آن برای تازه نگه داشتن مهارت‌های خود و تقویت شهود خود استفاده می‌کنند. آنها از آن استفاده می‌کنند تا بتوانند صدها یا هزاران فرصت معاملاتی را در یک دوره زمانی که قبلا فقط ده‌ها فرصت را مرتب می‌کردند بررسی کنند. از آن برای سرعت بخشیدن به یادگیری خود استفاده می‌کنند. آنها آماده هستند تا در مورد هر فرصتی که بازار به ارمغان می‌آورد عمل کنند. معامله‌گری تکنو. زمانی که هنوز در دبیرستان بودم برنامه‌نویسی سیستم‌های معاملاتی را با استفاده از کامپیوتر اپل 2 شروع کردم. در آن زمان این یک استفاده پیشرفته از فناوری بود. زمانی که من به عنوان یک لاک پشت معامله می‌کردم. پایانه‌های مظنه قیمت ما فقط شامل قیمت‌ها بود. آنها قیمت سقف، کف، آخرین قیمت، تغییر خالص و حجم را برای هر قرارداد نشان می‌دادند. فقط همین. ما باید نمودارهای خود را روی کاغذ می‌کشیدیم. نمودارهای درون روزی نداشتیم. ما باید قیمت‌ها را بررسی می‌کردیم و فقط با استفاده از نمودارهای کاغذی و حافظه مشخص می‌کردیم که آیا قیمت قابل توجه است یا خیر. استفاده از یک روش معاملاتی بسیار ساده حجم اطلاعاتی را که باید در ذهنم نگه دارم را کاهش داد. خوشبختانه فناوری در دسترس معامله‌گران طی 25 سال گذشته به شدت پیشرفت کرده است. ابزارهای مدرن معامله‌گر استاد عبارتند از یک کامپیوتر سریع، یک اتصال اینترنتی سریع و قابل اعتماد، چند نمایشگر با صفحه نمایش بزرگ و نرم افزار معاملاتی پیشرفته. اکثر معامله‌گران 2 یا 3 کامپیوتر دارند.
یکی از آنها را فقط برای معامله‌گری استفاده می‌کنند، دیگری را برای تحقیقات معاملاتی استفاده می‌کنند و گاهی اوقات دیگری را برای بررسی ایمیل و کاربری عمومی از اینترنت استفاده می‌کنند. معامله‌گران می‌توانند از این فناوری برای ترویج و حفظ یک تعامل سالم بین نیمکره چپ و راست مغز استفاده کنند. به عنوان مثال وقتی شهود شما ایده ای را مطرح می‌کند، آزمایش جنبه‌های مختلف ایده‌های معاملاتی با استفاده از برنامه‌های نرم افزاری کامپیوتری آسان است. برای معامله‌گری طولانی مدت حتی می‌توان سیستم‌های معاملاتی کاملا خودکار ایجاد کرد که باعث کسب درآمد می‌شوند. برای معامله‌گری میان مدت کمی دشوارتر است، اما هنوز هم به طور کلی امکان پذیر است. با این حال حتی با تکنولوژی پیشرفته امروزی اتوماسیون کامل اغلب برای معاملات کوتاه مدت مانند معاملات سوینگ غیر عملی است. بزرگترین دلیل این است که یک استراتژی کاملا خودکار معاملات سوینگ فراتر از توانایی‌های برنامه‌نویسی اکثر معامله‌گران است که از ابزارهایی که در دسترس معامله‌گر خرده‌پاست استفاده می‌کنند. بنابراین باید از تعادل کل ذهن خود استفاده کنید تا به درستی یک ایده معاملاتی کوتاه مدت بالقوه را آزمایش کنید. روش سوینگ برگشتی را در نظر بگیرید. اگرچه آموزش راست مغز شما برای تشخیص اینکه آیا یک سهام خاص حمایت و مقاومت واضحی دارد آسان است، اما برنامه‌ریزی آن در رایانه مفهومی دشوار است. حمایت و مقاومت مفاهیمی هستند که اساساً مبتنی بر ادراک بصری هستند. اگر قیمت 25 سنت پایین تر از کف سطح قبلی باشد، آیا حمایت باقی میماند؟ 45 سنت چطور؟ اگر حمایت قبلی فقط 5 روز زودتر باشد، فرقی نمی کند؟ 3 روز چطور؟ تفاوت قیمت قابل توجه بین حمایت و مقاومت چقدر است؟ اینها همه مفاهیم مبهم فازی با پاسخهای مبهم فازی هستند. برنامه‌های رایانه‌ای برای سوالات خاص پاسخهای محکم می‌خواهند. آنها مفاهیم مبهم یا پاسخهای مبهم را دوست ندارند. برنامه‌های کامپیوتری الگوریتمی کاملا چپ مغز هستند. آنها به طرز آزاردهنده‌ای منطقی هستند. آنها می‌خواهند دقیقاً به آنها گفته شود که چه کاری انجام دهند. آنها نمی‌توانند تصویر بزرگ را ببینند. آنها می‌توانند درختان را ببینند، اما نمی‌دانند که یک جنگل وجود دارد. عامل مهم برای مفاهیم خاص حمایت و مقاومت این است که سایر معامله‌گران با استفاده از چشمان خود چه درک خواهند کرد. ادراک سایر معامله‌گران از حمایت و مقاومت باعث ایجاد تمایل به بازگشت قیمت به سمت حمایت و مقاومت می شود. اگر نتوانید مفهومی را به طور دقیق برنامه‌ریزی کنید که برداشت‌های معامله‌گران دیگر را تکرار می‌کند، نمی‌توانید روش را به طور دقیق آزمایش کنید. بهترین رایانه‌های معامله‌گران خرده‌پا و برنامه‌های نرم افزاری در حال حاضر نمی‌توانند این کار را انجام دهند. این خوب است، چون به این معنی است که معامله‌گرانی که از تعادل مناسب بین شهود و عقل استفاده می‌کنند، می‌توانند ایده‌هایی را آزمایش و اجرا کنند که سودآور هستند، اما به احتمال زیاد خودکار نیستند. در معاملاتی که درست فراتر از دسترسی فناوری وجود دارد، فرصت بهتری را برای کسانی که شهود درونی خود را به درستی آموزش داده‌اند ارائه می‌شود. اگر ایجاد یک برنامه رایانه‌ای که بتواند شهود شما را تکرار کند آسان بود، کامپیوترهای بیشتری معامله می‌کردند و فرصت‌های کمتری برای معامله‌گر منفرد در حضور تعداد زیاد رایانه‌های پرسرعتی که گلدمن ساکس ممکن بود در اختیار داشته باشد در دسترس بود. این نیز یکی از دلایلی است که معاملات سوینگ پتانسیل خوبی برای معامله‌گران بصری ارائه می‌دهد. این فراتر از دسترس فناوری کامپیوتری فعلی بر مبنای چپ مغز ماست. دوستان ممنون که تا اینجای کتاب همراه هم بودید. امیدوارم که این شرایط پایداری و آتش‌بس همچنان ادامه داشته باشه و به صلح برسه، گرچه که خودم خیلی امیدوار نیستم که این اتفاق بیفته. ولی به هر حال براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.